طول چند ماه می شود که تلویزیون و مطبوعات حکومتی سلسله برنامه‌های بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نگرانیده شده را انتشار می کنند و این سر و صداهای زیاد در میان مردم به وجود آورده موضوع اساسی بحث کارشناسان گشته است. به گفته تحلیلگر و ژورنالیست سرشناس تاجیک رجبی میرزا، چنین مبارزه های ایدئولوژی از قوی بودن حزب درک می دهد. معلوم است که مبارزه اصلا با اشخاص قوی، نیروهای قوی برده می شود. پس هر گونه که همین مفهوم معنی داد کرده نشود، یک معنی را به بار میارد که امروز میخواهم با یک نیروی نسبتاً قوی‌تر سر و کار داشته باشم و هدف هر یک مبارزه باید مشخص باشد در نهایت این مبارزه به چی می‌رسد. در انتخابات سال 2010 حزب توانست که با برنامه‌های خویش معروفیت بیشتر را به دست آورد و به گفته کارشناسان این باعث شد که حکومت فشارهای گسترده را علیه حزب به راه اندازد. سرچشمه این فشارها از همان انتخابات سال 2010 سرچشمه میگیرد، وقتی که رئیس حزب نهضت اسلامی محیدین کبیری اعلان داشت که ما در انتخابات پارلمانی تقریبا 30-40% آواز گرفتیم. در تاجیکستان اصلا که در این مورد یگان نظرسنجی سوسیولوژی صورت نگرفته بود، اما فکر میکنم که از همین دوره حکومت تصمیم گرفت، فکر کرد که در انتخابات آینده پرزیدنتی یا که انتخابات آینده پارلمانی شاید که حزب نهضت اسلام رقیب میشد. سال 2010 وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انجمن پیش از انتخاباتی خودش در یکی از تالارهای با شکوه برگزار کرد، اکثر کارشناسان از جمله بنده گفته بودم که این انجمنی شهامت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. اما به گفته مهدی صابر، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برنامه‌های نو و مشخص و اشخاص دانشمند قریب که ندارد. ما می‌بینیم که در کوچه‌های شهر دوشنبه بیشتر دین‌های دیگر ترغیب می‌کنن، به مردم کتاب میدن، به مردم مبلغ میدن، به مردم حتی هستن همین خیلی دولت‌هایی که مبلغ جو کرده در شهر دوشنبه حتی میدان‌های اسپورتی و ورزشگاه‌ها ساختن و مردم تاجیک رو میبرن، مسلمان رو در اینجا با همین طرزی مثلا معاش دادن، با یک کمک و با یک خراب دادن مردم از این به دین میکنن. اما نهضت اسلام به مردم هیچ چیزی نمی‌دهد. وقتی با این مردم صحبت میکنیم فقط درباره ریش میزنن، درباره باید ریش چگونه باشه، باید پای را وقت نماز خونده چه گذاشتن در خبر. یعنی امروز نهضت اسلام و اعضایان آنها از جامعه جهانی قفا مانده ایستادند. عظیمجان وهاب نگاهی دیگر دارد او به این نظر است که چنین صحنه‌سازی‌ها کار مخصوص مقامات بوده به خاطر ضعیف کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نگرانیده شده است. در ماه اپریل خود همین بلبلوف در یک مصاحبهش با رادیو آزادی هم گفته بود که از طرف مقامات در منطقه بدخشان نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فشارها زیاد شده است و آن کس گفته بودند که حدود 100 عریضه هم از طرف اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد شده است که آنها یعنی در اثر فشار مقامات منطقوی به وجود آمدگی بود. اما در چند سال اخیر مسئله رفتن به مسجد، اندازه ریش مردان و بلندی پاشنه کفش بانوان از طرفی که در جامعه مطرح شده است. اکنون قضاوت از خود شماست.